چه خبر است؟ ترسیدم. چرا؟ فکر کردم گوشیمو زدن. ما عاشق شماییم، چجوری باید بگیم؟ نباید بگی که، باید نشون بدی. نشون بدم؟ نشون بده. نشون میدم. نشون بده خب. باش. مسکن قلبم مراقبتم، من تو فکر تو هر شب. چی شو؟ خوشم نمیاد از این خواننده. چرا؟ ول کنیم مسخره بازی رو. باز یاد کسی افتادی؟ چه ربطی داره؟ بی خیال بابا. الان قهر کردی مثلا؟ تو که هنوز دل جای دیگه است. واسه چی اومدی تو زندگی من؟ حالت خوبه رضا؟ چی میگی؟ رضا نکن، دارم حرف میزنم. روز اولی که قرار داشتیم بهم چی گفتی؟ گفتی گذشته سختی داشتی، نگفتی؟ گفتی یکم زمان بهم بده درست میشه. خب درست شد؟ آره شد. نشد. به خدا که نشد. بابا من خر نیستم، میفهمم. وقتایی که منو میبینی به کسی دیگه فکر میکنی و میفهمم. تایمایی که جسمت اینجاست ذهن جای دیگه است رو میفهمم. تو همیشه تو خودت داری منو مقایسه میکنی، فقط به روم نمیاری. بابا من یه عطر میزنم یاد یکی دیگه میافتی، حالت بد میشه. یه آهنگ میذارم قیافت 100 جور عوض میشه. میترسم پس فردا رفتیم زیر یه سقف خود منو ببینی یاد یکی دیگه بیافتی، اون موقع چی؟ ببین اگه فکرت ذهنت یا هر چیز دیگه ای پیش کس دیگه است، پیش من نیا. من الاف تو نیستم. داری اشتباه میکنی. روح مادرتو قسم بخور بگو دارم اشتباه میکنم. داری فکر میکنی؟ چه توقعی داری؟ منم آدمم. دست خودم نیست، یه سری چیزا تو ناخودآگاه آدمه. منم 3 سال با طرف زندگی کردم. ولی الان پیش کیم؟ پیش تو. آدما الاف تو نیستن. اول نفر قبلی خاکش کن، بعد برو با یک دیگه. هوای من نفس بکش دوباره.